جانای من، خود را دیگر داشته نمیتوانم. تو را بوسه میکنم، بیا. بخیر باشه جانم. زنک جان من، شوهر جانم، عزیزم، اینجا یکون چیز ماند؟ بسیار هم شیرین شدی. با سردار دروغ گفتن گناه عظیم است. اگر میگفتم سیلین را انتظارم، در پیش ینگه دادوای کرده نسترینی را میگریزم. جیگرک تبخم سیلینی. روز بخیر خانم سلین. روز بخیر. چی شد؟ شما در این ساعت تاکسی نمیابید، اما با کجا می روید؟ با بازار. اگر تاکسی هم آید با اون طرف ها شما رو نمیبرد. مرحمت، من شما رو با جای میرفتگیتان میبرم. زحمت نکشید، بسیار همین ندارم. تشکر. استغفرالله خانم سلین، چه زحمتی؟ من با ذوقی کلان میبرم. مرحمت. رحمت، خودم رفته میتونم. رحمتی کلان. دستما با بالا. هوپ آیسته آقای پلیس، در نزدتان خانم ایستاده است. لوینت، تو در اینجا چیکار میکنی؟ نترسید خانم سلین، آرام شوید، شما را نجات میدیم. آیسته آیسته با آغوش منه و نزدی من بیاید. خیلی نجات میدی؟ تو دیوانه شده ای؟ این کنعان دیوانه شما را دوزیدنی است؟ نه، چرا ما را دوزده؟ این نخواده. تو دعا کن که در نزد ما خانم سلین ایستاده است، نباشد من جایت را نشان میدادم. بچه حقارت نکنی. با اگر کنم چی میشوده؟ دستگیر میکنم. نه، با کدام جنایت هایم؟ بلیسر حقارت کردن ستای وزنین داره. عین حال سرتون رو در اسنک دولتی زدید، سلین رو غم دادید. با خدا 1001 ستت بزنن ای دولت گمت میکنن. سلین نگرفته با خانه شنبه رو یگان نغمه بازی نکنید. خانم سلین، شما با اولای کمپی رو با خانه برگردید که برق بریده ایستادن، پریچاسکت ویران میشود. تو راگن بعد به شعبه امنیت بیایید و این احمق را وضعیتش رو ببینید. پیش رو مایل سلین جان. خدای توبه. خوش اومدید. خوش باشید. چی میخواهید؟ قهوه. چی خیلیش باشد؟ مالوچنی. مایلش حاضر. سلامت باشید. این همسری من مزاری با شفاعت باشد، همه پیش او می آید. این چی کار است؟ برادر یبلکه بدهی. بس بودگی چقدر چه میخوریم؟ برادر جان، هزار رحمت کلام، به شرافت تو من صاحب کار شدم. شوکت، در چشمون جانم، اما با عقل خودت یگان کار نکن. یگان چه شود به من خبر ده. آی برادر جون، به همین گپای بوگینک سخت دلی مرا رنجوندی. حالا گفته بودم دلت را همون رنجوندنت را هم. کی باشد وای؟ داملو، شما رو ناراحت نکردم. استغفرالله خانم بتون، مرحمت. از دیروز باز فکرم در احمد است. با پدرش صحبت کردید؟ و فهمیدم که احوالشون اونقدر خوب نیست. پدر احمد با احوال مادیش تنقیصی میکشد، برای همین زنش خواهر احمد رو گرفته به نزد مادرش رفته است. خدایا، بسیار زیق شدم. کاش که از دستم یگون چیز آید. یا خدایا، من غمگین شدم. کار کردن میخواهم، اما یعنی رفته گردنم یکی زنش رو از راهش میگردم. یک جا روی میشود؟ میشود. من یگون چیزی پوشیدنی گرفتم. تمام، انتظار میشوم. شوکت بیتون آمده است. شنیدم برادرم، چشمانت نور میدهند، میبینی همش خوب شده ایستاده است. انشالله شوکت، انشالله شوکت. چیته؟
برادرجان روزهای خوب ما را انتظار است. خدا الهیم همیشه روزی خوب باشه. برادر خواهرت دیدی دهنت گیز میشه. پس گردن که میشونه. سر و سیمه نشو بکور جزیر نکنی. سلام رو ده کنی. مرحمت بو بیشون. تا باز دید. خدا احنا بینید. سلام شکر بیدون. موی طلب خیست. مرحمت نوش جان کنید. تشکر. اگر ممکن باشد از شما یک چیز را پرسم. البته پرسید. زاغ سیاه گفتنی آدم رو شنیدید؟ شنیدم. تمامی محل از او گپ میزنند. چه خیل آدم بودنش رو میدونید؟ نه، کاش که میدونستم. قهرمان شدنش رو همه گپ میزنند، اما در رویش نقاب بوده است که بودنش رو نمیدونم. یعنی رویش رو هیچ کس ندیده است میگید؟ نه، اما با کسی یاری لازم شود در او پیدا میشود. بسیار همجویی. واسه تو قهوه نوشی اومده یا زنی مرد رفتی ای نمی تو چی کار کرده ایستاده ای؟ با بیرون رو؟ تو چی؟ دیوانه شده ای؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ مهمان ها را راهشان را بریده ایستاده ای؟ سر گرگ نکه؟ تو را کی چونی تربیه کرده است؟ برو رو از اینجا. رو گفته. رو زود رو مرا ببخشید. استغفرالله خانم، این خیلی چیزا میشود. نامی تو چیست؟ بهار. اینقدر نامی زیبا بوده است. پس نامی تو چیست؟ بتول. نامی شما چیست؟ نام من زیا. رو دخترم ببین بیا چی کار کرده است دست دراش خونه. ماشاءالله بسیار هم فرزندان شیرین دارد. سلامت باشید مولا. برای کودکان چی بودن پدر و مادر رو چی خیلی خوب بودنش رو من ناز میدونم و در این سن سال یاد برادر رو کردن. دوملا پرسیدن ای بس اما شما رو به اینجا شوهرم فرستاد؟ نه این خیلی چیزی نیست خونم. از کجا گرفتید؟ اگر چنین باشد من خودی حاضر میگویم. دیگر به نزیوی بر نمیگردم. اپا جان چی گپ میشود که نکنید؟ این کودک رو از خود جدا نکنید التماس. با گفتن آسان است. شما چی بدانید تنها زندگی کردن رو نمیدونید. من در آن فکر هستم که به خوراک کودکایم چی اندازه مفته میاندیشم. شما حق هستید خانم، حق هستید ولی همه چیز یک چاره دارد. شما کم طاقت کنید و اکنون طاقتم تماما طاق شده است. برای چه شما این را نمیفهمید؟ زورا جان التماس مرا از این لوین خلاص کن. اوف سفسته نگو سلین. وای به تو چی ضرر دارد؟ با چندین محافظ گشتنت خوبتر نیست مگر؟ زورا جان شوخی رو بس کن، احوال جدی است. اگر به یگان کس سلام کنم میترسم که از یگان جو پیدا شده او رو میزند. اگر دستم رو خواهد به فکرم میپروند. برای چی هم چخیل نغزو خیر؟ کوش که من رو یگان کس هم خیلی دوست میداشت. جانم تو زاغ سیاه رو داری کن. زاغ سیاه رو میگوی جانکم؟ زاغ سیاه رو من دیدم مگر؟ ها؟ اگر که خودش خواهد بعد پیدا میشود. اما وقتی دوزیدن در او پیدا شد کو. امروز در راه ماشین بسیار بود. او به یوریم نامد کو. بار اول است که بابایم همراه ملیس رفت. یعنی زورو جان تو هم وای رو سوپرمن خیال نکرده ای؟ به نظرت پریده نمیوید آخر؟ ای سلین من تا حال حیرانم که داخل اون نقاب کی است. به خدا زورو در حقیقت من هیچ حیران نیستم. رفتیم بسیار انتظارمون شدن برای خوراکوری. تشکر زیاد. فرخ از آدمان اجارهگیر یگان خبر هست؟ جمع کرده توانستی؟ نه پدر جان پول رو داده نتوانست. گفت کمی مشکلی دارم و من التماس کمی وقت دهید. از گفتهایش برمیآید که با مشکلی دچار شده است. دیگر چی گفتنم رو ندانستم. وای آیله دار است؟ بله پدر جان. فرزند دار؟ 15 فرزند دارد. اینها همین فعلا اول فرزندها رو میکنن بعد در درونی قرض زندگی کرده میگردن. آدم چنین تواناییش فرزند میکند همین خیلی نیست جانم؟ فرخ
تا خوب شدن احوالش از وی آدم پول اجاره نگیر. тамом падарҷон. гуфтагӣ бар ин духтур чӣ гуфт? саломатиятон хуб аст? چی میگوید؟ باز همون گپا؟ هر رفتگیم باز همون احوال. وی هم به جانم زد. مالش آسیا به نوبت. خدا نگه دارد. اشتهای تام اینقدر آسان است بابا جان. از این پس از خوردن بعضی خوراک‌ها پرهیز میکنید. ای در فکری بابایش فقط. ببین کاری کردگیش را. بابا جان شق شدم موندید کو. ملیس راست میگه بابا جان. باید شما دقت دهید لطفا. شهناز زنگ میزنند. دامولازیا بودگیست. شام بخیر. دامولا خوش آمدی. شام بخیر. اشتوی شام با شما. شام شما هم بخیر دامولا. دامولا کمی دیگر دیر میکردی از خوراک شام میماندی. شهناز با دامولا در آنجا جای کن. نه لازم نیست. در اصل آقا من به نزد شما با یک کار مخصوص آمدم. مخصوص؟ تمام. به این هم از پیشم خوراکم را گرفتند. به همه اشتهای تام. تشکر. دامولازیا در تنهایی گپ میزنیم گفتی یگان چیزی جدی بودگیست. آقای اکرم من چگونه گفتنم رو نمیدونم. یگان مشکلی است؟ بله آقا یک مسئله هست. دامولازیا یا که بین تو و زهرا یگان چیز رخ داد؟ سلین همه چیز رو میگفته باشد. زهرا جون گپ زده همه رو حل کردیم. گفتی که چرا نقل کنم؟ من از کجا دانم چی میکنم اگر نقل کند؟ از هیجان میمورم. جانم تمام. ایستا به خود بیا. چی گپ شد زهرا؟ خوب استی؟ رویت سب سفید شده است؟ از من؟ سمی جان بفکرم چیزی نفوریده است. زهرا جان خیز رویت روشوی. خیز. دامولازیا بین تو و زهرا یگان چیز شد گفته پرسیدم. نه آقا نه چون این مسئله نیست. یعنی من با یک خواهش اومدم. مرحمت؟ آقا در محله یک آدم تنقیصی میکشد. کمی مشکلی داره در موضوع مادیش. قرض گرفته است. خانهش رو میگیرن. زنش دخترش رو گرفته از خانه رفته است. و آدم با پسرش تنها در کوچه مانده است. آقا در دنیا عذاب کشیدن رو از من خوبتر میدونستگی نیست. با فکرم میترسم که وای آدم یگان کاری ناخوشی نکند. راستی گپ یعنی دزدی کرده به سرش بلا نآورد. بسیار خواطرم میگویم که با او یگان جای کار یابید تا زندگیش را پیش برد و خانه ویران نشود. دامولازیا این خیلی باشد. وای برادرها به نزدم فرست. صحبت میکنیم با او. چی لازم باشد میکنیم. با یگان کارش میمانیم. در حقیقت بسیار منت دارم از شما. چی گفتنم رو نمیدونم. سلامت باشید. تو سلامت گویی را یک سومانو میدونی. وقتی من هم کم مانده است. من تا حال تاریخ نکاحتان را انتظارم. من خودم بسیار میخواهم. تقدیر یعنی به زهرا هم گفته بودم به تو نگفت. این را با نکاح حقیقی حل کنید گفته بودم. گفته بود آقا گفته بود. این خیلی باشد در بین یک هفته تاریخ نکاحتان را انیق کنید. به نزد من دیگر با این خیلی بهانه ها نآیید دامولازیا. هرچی که خواهید. سلی سرم چرخ میزنده. زهرا جان یگان چیز نشده است. آرام باش. وای من نکن. چیزهای خوب را فکر کن. آرام کوشش کن آرام باشی. سلین اگر بابایم فهمد دلش میزند. تمام جانکم هیچ چیز رو نمیفهمد. سلین به من چیزی میشود. زهرا جانم به خود بیا. زهرا جان. زهرا جان. خانم خوب هستید؟
گفته بودید سی رو فوش نمیکنید کو؟ بخیر باشد خانم سلین. چی فوشه؟ با بابوی اکرم همش رو گفتید میخیل نه؟ نه. چی؟ باز چی گپ زدید؟ پس درباره چی گپ میزدید؟ یعنی خانم ها با دل نگیرید، اما این مسئله شخصی بود آخر. اما در صحبت با موضوع نیکاه رفته آقای اکرم. گپ رو گوش کردن نمیخواهد. یعنی زهرا خانم با فکرم با شما گپ زده است اوید نیکاهی حقیقی. در بین هفته این کار رو حل کنید گفت و موضوع رو محکم کرد. تمام زهرا جون تمام. جانم هیچ گپ نیست تمام. نه خواطر نشوید، هیچ گپ نیست. یکون چیز فکر کردم برایم خانم. یکی همه رو فهمم. نه لطفاً آرام شوید. یگانم چی کار میکنی؟ تمام شب چنین غمگه میشینی؟ تو چرا پوشیدی با کار میروی؟ نه خیز بیرون برایم سیر کنیم، هر دو یک جای کمی استراحت کنیم. چقدر بارون آخر؟ مثلا با کینو رویم. با کینو؟ تو 2 ساعت باید تلفنت خاموش میشود، از کارت خبردار نمیشه. خانم علی شما اونلی نو را تا حال نشناخته به فکرم. خیز پوش و خیر. شوهر جانم امروز تماما به کار نرفته، این رو میدونی؟ میدانم. خودم را اجازه دادم گویم نمیشود که. میشود؟ چرا که نه؟ شوهر جانکم. جانم. بیا لبش فیراد کرده. بیا این جناب را تو دستگیر کرده؟ بله سردار. گناهش چه بوده است؟ در وقت خدمت وطن با پلیس اخورات کرد و با سرش در زنک دولتی زد. چشمه دیده و دانسته پیش ماشینش را میگیری، همه این بس نبوده سرش را در علامت راه میزنی. اگر حالا شکایت چی شود چی کار میکنی؟ سردارم در اصل شکایت چی منم؟ چه خیل؟ سردار این شفی مافیا است. تو به همین گفتگی هایت یگان دلیلی داری؟ متاسفانه ندارم، اما من این رو میدونم. همین خیل جنایت میشود لعنتی. شما با دل نگیرید. استغفرالله. یک خیل وقت و این خیل خطاگی میشوند. اگر شکایت چی باشید در حقش کارهایش را سر کنیم، اگر نباشید میتوانید روید. نه شکایت ندارم، تشکری زیاد. با اجازت شما. شب خوش. شب خوش. شکایتم را به کارگرت بعد دیگر خیل نشان میدیم. اونال در کجاست؟ اونال سردارم در خونه، یعنی در کارخانه. زودانا فریاد کن. تلفن خطی فریادش کنم رفت سردار. با او زنگ زن. چی قبل بند؟ حالا سردارم بسیارم کار جدی هست، برای همین زنگ زدم. بیسرم در 40 سال یک بار بازنم فیلم تماشا میکنم، گفتم مرا راحت گذار. سردارم در حقیقت بسیار جدی. حالا با مدیر ما یک جایم، شما رو میپرسد. چی خیل با مدیر ها؟ خودت حل کن. اگر من نباشم یک امنیت کلان برباد میرود. فیلم من را تماشا کنه. هایونال حاضر گریه هم میوید. تو گریه نکن. کشتش. چه خیل خاموش کرد، نمی آمده است؟ نه گله گفت که نمی آمد. حالا من به وی نشان میدیم. دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. دست نارس بوده است. سردارم
$10,000 سرش بخوره. چه خیلی وظیفه مرا گرفتم من بتید. هیونه گم شو. намик лабашев ин корҳои урусҳоро дер кардам айб мешавад. ту инро як дида баро. ҳеҷ гап не, акам мебинем. ака? ҳа, ин сами аст. ин дар хонаи оғои акрам бобои зуҳро меистад. чиё мегӯӣ ту? писарам, ин акрам ҳам бисёр одами раҳкушо будааст. ҳама кор ба пеши вай мебарояд. дар назди хонаи акрам хоб рафта, вайро ки дидед, бор карда ба назди ман биёред тез. итоат сардорам. зуд бош. вай вай, акрам бой. бародар, ман нафаҳмидам ин чӣ хинскан бурдае? дар иҷа расми саидҷоне ташриф навиштагия. он нахоҳад ки саид ҳама қавезӣ боша. боз чиро фикр карда истодаӣ? ё ки бетулро фикр дорӣ? не зӯҳро. оҳ, келаси домулои зоғи сиёҳи ту чӣ хеле одам ҳастӣ? то кай дурнаки месӯзӣ? бира бигӯ ки зӯҳро сахт мада мақулӣ. бо гӯ ки ман барои ту аз осмон ситора меёрам. дар нигоҳи аввалин ба ту ошиқ шудам. то ҳол аз фикрам намебароӣ. агар ҳамун духтар ба ту ошиқ нашава, биё ба худо бародар, ман дар рӯи ту туф мекунам. зӯҳро, лаббай. ман ба ту ошиқам. чӣ? аз рӯзи аввали дидаам ба ту ошиқ шудам. дар ҳақиқат аз фикрам намебароӣ. ман ҳам шуморо дӯст медорам. аммо ҳамчи домуло шуморо дӯст медорам. мисли домуло. ман ҳамчун дӯст шуморо дӯст медорам, бовар кунед. мисли дӯст. ман лоиқи муҳаббати шумо нестам, бовар кунед. муҳаббати хуб. ман дар ин вақт вазифаамро пеш бурдан мехоҳам. уф, вазифа. ман дар асл намехоҳам чунин шавад, домуло. домуло. тамом. ин қадар баҳона доштаиду. намехоҳам гӯӣ ки ин кор тамом шаваду равад. не шавкат, аҳамият надиҳ. гуфта ки барои ин гапҳоро мо ту сар кардем, дигар накушоем. бало ба пасаш. ай шумо да сканвор пур кунам, аммо хубтарай. ту чӣ хел ҳал калда истодаӣ? чӣ хел пур мекунӣ? бародар, моро мактаба дар кӯча хондагӣ нестем. барои мисол инами расми Саид Аҳмад ай. дар тагиш менависем Саид Аҳмад. агар дар ту он қадар ақл мешуд. чӣ патпа дорӣ? ҳеҷ чиз не. равед, ягон кас намурдааст ки ин қадар воҳима мекунед. равед, аз пайи коратон шавед. аммо падарҷон. чӣ падарҷон? каме сухани калонро гӯш кунед. хизед, равед, роҳат гузоред маро. зӯҳро, ту исто. мелис, ту ҳам исто. майлаш бобоҷон. дида истодаӣ? оҳиста оҳиста дили бобояшро меёбад. самӣ, ба як намоишгоҳ даватиам, аммо рафта наметавонам, корам баромад. ту ба ҷои ман меравӣ? бисёр мехостам, аммо корам баромад, бояд ҳал кунам. хуб, ҳеҷ гап не. дигар вақт набошад. хушмонед. ҳаминро бо мелис якҷо кунам, дар дунё хушбахттарин ман мешавам. бешухӣ хушбахт мешавӣ? бале. эрут сиё шайтонча, ту як ҳаёт макр ҳила мекунӣ. бисёр медонӣ Фаррух. ман чӣ кор кунам Мунал? одам агар шикоят кунад, пас кори мо дида баромадан аст. шумо ҳақ ҳастед мудир. одамҳоятро хабар кун Мунал.
با آتش بازی نکنند. درست میگوید مدیر. گفتگی برین دیروز در کجا بودی؟ زنگ میزنم تلفنت خاموش است. قوه تلفن تمام شده بود، برای همین نتوانستم. دیگر تکرار نشود. حاضر از خفای کارتان شوید. روید. بچشم. برا. ана баромад, зуд ӯро дастгир кунед. сардед маро сардед гуфтам. чӣ гап худаш бародар, чӣ кор мекунед? бош даматаги кушота мебуд, фаҳмидӣ? تو دیوانه شدی پسرم ها؟ ایستاده آدمро چرا دستگیر میکنی؟ سردارم شما حق هستید، چیزی که نگوید حق هستید. بخشش میپرسم، شما رو هم در مشکلی گذاشتم، اما وای در نزد سیلین اقارتهای بیزیب کرده رفیق سردار. در پیش زنت اقارت خیلی چی خیل میشه؟ پسرم من به تو از سیلین دور گرد نگفته بودم؟ گفته بودید سردارم، گفته بودید، اما خودم رو داشته نتوانستم. من به فرمان دلم، کی دل به فرمان من است. به غضب نایم میگویم، آرام شوم میگویم. این آدم وضع زندگیم را خوب کرد، اما بیهوده. گوش کن، از حد نگذران لوین. خودت رو هم میسوزانی، مرا هم. سردارم من اویلت رو نجات دادم کو. عجبا شما در نکاح شاهد میشوید؟ خیلی نگاه باز. من با سیلین یک سر دو سر میکنیم، نصیب باشد در نکاح شاهد شما میشوید. لوین پسرم ببین، تو بسیار انسانی خوب هستی، ایشه همه میدونم، اما کمی خنک. سیلین اصلا تو رو نگاه نمیکند. برای چی نگاه نمیکرده سردار؟ لوین من به تو چی گویم؟ این خیلی نگوید، حتی سیلین چون این گپی بیمزه رو با من نگفته است. بچه ما هم مردکیم، ولی روزی شدنی من هم پد و پروسه. لوین تا قدم تاق میشود. تمام گپ نیست. ها پسرم، عروس‌ها رو فریب کرده این رو سیرناک نگاه داشتنی بودی ها؟ با فکرم کمی نفهمی شده است. من کسی رو فریب نکرده. همین خیل. اما وای برادری روز چونین نمیگوید ها؟ کارهای من هم برار نگرفت آخر. ای خدایا، کپزنی رو ببین. من غرق شدم. من هم بسیار پولهایم رو از دست دادم. تو راست میگویی؟ نمیگ، این برادر غرق شده است، پولهایش هم نبوده است، فقیر شده است. برادر را رویش را یک سیله کن. ببینید التماس چونین فکری خطا نکنید. تمام من قرضدار هستم. کمی وقت دید قرضم رو برمیگردونم، باور کنید. چقدر وقت؟ گم شو. در مدت یک هفته پول رو بیار. در یک هفته؟ یک هفته وقتی کم است. من از کجا مییابم اینقدر پول رو؟ تم شو. از کجا میافته است؟ در تمام جای دکان گشاده اید. از امکی اکرامت گیر. алло, зӯҳро, ту дар куҷоӣ? дар хона. фавран вохӯрданам лозим аст. ба қаҳвахонаи дирӯза омада метавонӣ? самиҷон, баъд вохӯрем. ҳоло омаданам ғайриимкон аст. бисёр ҳам муҳим аст зӯҳро. яъне баъди омаданат чӣ гуфтанамро мефаҳмӣ? хоҳиш мекунам. тамом, ҳозир меоям. тамом. نترسید. آقای شفقت، شما مرا تلخک کف کردید. آقای شفقت نه، شفقت آقا نیست. شفقت جان چی بوده سنگه جان؟ تیز باش شفقت. بهترین. گذارید، از اینجا گذارید. سری چنبرگه فراموش کنید. گذارید.
تشکر. هیچ گپ نه ینگه جون. سفر رو بخیر. بابا خوری. خوب شده است. مرحمت. مرحمت. دندونتون احتیاج کنید تایی در نمونه. ینگه ای گاز کردی عزیزی. اوکتی. سلام. علیکم سلام دامولا. چیکار میکنی؟ احمد کجاست؟ در مکتب دامولا. اگر امروز هم رفته باشد به خاطر خواهرش از مکتب گریخته ایستاده است. زیغ نشو از این پس نمیگریزد. درس‌هایش را نقض میخواند. به تو یک کاری افتادم. چی گفته دامولا؟ راست میگویی؟ من یک دامولای کلانم. من دروغ نمیگویم تماما. بدل نگیره دامولا، از هیجان گفتم. هیچ چیز گفتن لازم نیست. تو را زن و دخترات رو یابو به نظر بیار و مشید بیو یکون راهش رو میابیم. البته خدا از شما راضی باشد دامولا. ده دستتان رو بوسه کنم. نه احمد رو دیدی؟ از تنی من بوسه کن. اولا که مسئله حل شد با کارمان برگشتم. سردارم این خلل سرسیمه نشوه. در چند سال در یک رو شفا نمیومد. کالتا کلاس رو دستگیر کنیم بعد ببین چه خیلی در جاش میشه. رفته با کجا سردارم؟ نزد بیت تو. دیوانه شای. رفتیم. ینگه جان میبخشین در بلوی لوی من کردگیم دستونو بگیریم قدمتونو کلان گیریم. مرسی. مرحمت. شما در همین جای انتظار شوید. من بسیار نمیستم به کارخانه میرویم. تمام ینگه جان شما چه خیلی امر کنید. لیسین سر نگاه کنید. بو نقلتین اهمیتی استاد. خوش آمدی زورا جان. سلام. مرحمت. شین یگون چیز مینوشی؟ وقتی زیاد ندارم. به کارخانه میروم. چی بود از اینقدر سخن مهم؟ اگر بسیار مهم نمی بود تو را سرگردان نمی‌کردم زورا. چه خیلی که میدونی من در خارجه با روس‌ها تجارت داشتم و پیش از آمدنم با یک کاری کلان سیلا در اومدیم. برای به ترکیه فروختنم من مالم رو دیگرگون کرده بودم و این به گمرک ظاهر کرده شد. این کار دور و دراز دوام کرده. چگونه فهمانم؟ اگر به تو یاردم لازم باشد حرف بزن. سلامت باش جانم. تو به این هم فقط در برم بودی. در کدام موضوع پس یاردم مرا میخواهی؟ یعنی زورا جان مالهایم رو از گمرک گرفتنم لازم است. برای این به من مقدار پول لازم است. حتی من برای پولهایم به بانک‌های خارجی مراجعت کردم اما آنها به من در مدت یک هفته میگذرونند. گفتند با عمکم اگر گویم زیغ میشوند. میفهمی یا اینکه نادرست میفهمند. یعنی یک هفته اینه به من پول قرض داده میتونی؟ بیا موسمی اونقدر پروبلم هم نداشته. با تلفن هم میگفتی میشد. دوستی جانی هم توی یعنی تشکری زیاد به تو. یک باوش البته به خدا خدمتی بسیار هم بزرگ کردی با من. یک هفته بس پولت رو برمیگردونم. لبا شوکت. برادر جان در اینجا کارهای نمیشدگی شده ایستاده است. ببین حالا من احمق را سرش را میگیرم. تمام این کنان دیوانه است. چخیل کنون؟ چخیل کنون؟ این کودک احمق از کو؟ سمی انتظار شو حالا می آیم. حاضر من کلای او را میگیرم. چرا تو هیچ کار نکن. تو انتظار شو مرا. چخیل چیز نکنم در پیش چشمم یعنگه من قچاق کردیستن. شوکت اگر یکم کار کنی تو را از دفترم خط میزنم. من برای عروس خیلی گفته استم. دهیوسی چی؟ هجری حالی با سوال جواب دادن ندارم. حالا من سوال میدیم. ماشین داری؟ با خدا ندارم استاد. میداشتی حیران میماندم. از کجا میابم؟ استاد عمکی خلیل دارد. ماشین رو چیکار میکنید؟ هیچ چیز رفتیم. مرحمت استاد یکی پدرم آید. نمیآید یکان چیز گوید با داملا ماشین لازم شد. مایلش استاد روی سفید. ما خیر می هجری تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد همروی شما رفتن میخوام با خدا. حال جمع کنی ندارم. سخت داشتشی. مایلش استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سردارم تا صبح در همه جا انتظار میشم. ینگت روزی کردن لازم نیست. من انتظار شدن نمیتوانم اما تا صبح تو انتظار میشوی.
ای برادر در کجا میگری؟ کمک دیگه دیر میکردی یا شوکت تو هجری رو گرفته را. نه برادر خفه نشو، تو رو تنها نمیگذارم. شوکت چیزی که گفتم همون را کن، تیز باش. ای بچه او زنی تو باشه انگای ما. شوکت این خیر باشه ما به محله میرویم. اینه کلیت ماشین. سلامت باش دختره. سلام به همه. 2 روز می شود که این تمام نمی شود. قهوه یا که زهرا من چیزی رو نمیدونم یا اینکه سمی با قهوه فال میبیند. اگر ببیند 1 تومان هم گیرم. ببخشید 1 قهوه بیارید. تو رو فال دیدن لازم نیست دوملوزیا. به این هم معلوم تو رو 3 روز دیگرت مانده است. ببخشید خودم رو داشتن نتوانستم. با خدا زهرا جان من سمی رو بسیار دوست داشتم. برادرم باور کن نماز جنازت رو من میخونم. خیز زهرا ما اکنون رویم. سمی هم یکون کسی دیگر رو یابد برای فال بینی. زهرا یا با من حالا می روی یا اینکه بابا باید همه رو گفته می دهی. خیز روز بخیر. تو دیوانه شدی. این بازی رو حقیقت فکر کردن رو سر کردی. من با تو چی گفتم؟ من گفتم که با این آدم نزدیک نشو. اما تو چیکار کردی؟ به سخنهای من تماما اعتبار ندادی. در درون آغوش گرفته چیکار میکردی بابای مرد؟ حقیقت رو میخواهی فهمی؟ گپ زن ببینیم چی میگویی. سیلیل بس همین معقول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ کشا این رو. لبای جونکم. جونم در کجایی؟ هیچ کار کردی سودم. هیچ چیز نیست یعنی یگان کاری مهمت است. نه چی کار میشود؟ کار هر روز آخر. این خیلی باشد بیا مرا گیر به نزد بابایم میرویم. تمام زنک جان در حال میآیم. لوند چشمت رو از دختر دور نکن. یگان چیزی مهم شود به من خبر ده. سردارم چشمم رو از اون نمیکنم. فرو پسرم ینگت انتظار است. ای سردارم هوا بسیار خنک. ای تو در عسکری نوبچی نمیستودی؟ سردارم نوبچی گفته چی رو در نظر داره؟ نوبچی سرحد، نوبچی دروازه یا نوبچی توالت؟ لوند جان فرید در شوید تست. بسیار یاد کردم. تو رو یکجان یاد کردم. چی گپ شد؟ یا که احمد رو موندنی اومده؟ نه برای بردن شما آمدم. خودت رو عذاب نده. 100 بار گفتم که دوباره بر نمیگردم. با من گوش کن. داملای مسجد است کو؟ ها میدونم به اینجا هم اومده بود. با من کار یافت. کار یافته است؟ بله باز در دادن قرض کمکم میکند. در حقیقت؟ بیا یک روی نکن زنک جان. همش خوب میشود. کودکا را جدا نکنیم. تمام من لباسایم را جمع میکنم. زودتر باش. کودکا را گرفته به خانه برمیگردیم. 1 دقیقه. تو به کجا میروی؟ به مسجد. اکای فاضل هم وفات کرد. سیدت تو به نمازخانه آمدی؟ نپرسه که ایرج. همه چیز از روی هم آمدن گیرد. انسان باز از خدا یاردم میطلبد. محترم داملو عقلم را بجایش آورد.
بسیار انسانی حقیقی بوده است. در دو دنیا حقش را داده نمیتوانم. ایرج بشنو، یکی عقل تو هم به جایش میدراید. سلام علیکم. خوش آمده دنبال. خلیل، امروز مجبور شدم ماشینت را گرفتم. کمی کاری مهم برآمد. تو را نیافتم، اجازت گرفتم نتوانستم، اما همش خوب است. اینطور نگوی داملا. اگر معقول شده باشد هم ماشین شما بگیرین شه. رحمت کلان. خوب رفتیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. جماعت استید. استاد التماس امری معروف کنه. تشنه امری معروف شما هستیم. خیلی شد امری معروف این نکردیم. جماعت دیگر کار نداشته باشن، فقط امری معروف. راست داملا، خیلی شد امری معروف نکردید. بله استاد. البته شما در حسرت امر معروف من هستید. محترم جماعت، بدانید در این دنیا همه ما مهمانیم و خدای تعالی انسان را اینجا امتحان میکنه. انسان ها همین که خود را بی‌نیاز بینند، پروردگار خود را فراموش میکنند و چون گرفتار بلای شوند، باز خداوند به یادشان میآید. خداوند میفرماید مؤمن برادر مؤمن است و هر چی را که برای خود پسند میدانید به برادرانتان نیز پسند دانید. ببینید، پیامبر گرانقدرمان در یک حدیث چنین میفرماید هر کسی در این دنیا به بیچارگان فقیران یاری دهد، خداوند در روز قیامت به او یاری میرساند و هر کسی که به برادرش رنج میرساند، خداوند در روز قیامت او را از رحمتش ناامید میسازد. شما به برادرانتان یاری رسانید تا خدا به شما یاری رساند. جماعت مسلمین، بشنوید و اطاعت کنید. با عائله هایی که مشکلی دارند التماس چی مادی باشد چی معنوی کمک رسانید تا آن عائله پراکنده نشود. دانسته باشید در این دنیا همه نعمت ها از آن خدا است و با واسطه آن ما را می آزماید، سنجش می کند. پس شکرگزار باشید. همیشه در خدمت پدر و مادر، خویش و تبار، یتیمان و بیچارگان باشید. ببینید، من کفالت میدم که همه این نیکی‌هایتان روز قیامت به خودتان برمیگردند. خدا هدایتان کند. این چه خیلی کم ور باشه؟ فقط دو صورت دارد. بیزار کردی قطعی همین صورتات. چیکار کردی برادر؟ دهنو بینی چه شکست یاخی؟ نه پسرم، واهمه نکن. ما خطا فهمیده موضوع رو. سمیر رو با سیلین نزدیک کردنی بوده است. بیا ما نمیگه پاته. به خدای مرده کلانی سوده ایده. به چشمم دیدم که ینگم اچاق کرد. یا خدای شوکت، اینقدر نپرسیدم. چرا یکدیگر رو آغوش میکردید؟ گفته باید میپرسیدم. ایران به جای تو میبودم کو تگی پاش میکردم، میزدم سر و فوکش هوا رو میکردم و یک کلاش میگرفتم. ای بینیش اینقدر وایمه بد نکن، با جنگ و جنجال میشده است. با ما میزه بدین. راست میگوی برادر جان، کمتر گیزله شدم. انسانی دوست داشته آمده است. کی؟ باجت. چی؟ چرا این رو پیشتر نگفتی؟ باجان؟ همه پیش آمده بود. شوکت، اینها حالا همه رو رسوا میکنند. آقای اکرم فریاد کنه شرمنده میشوید. من گریختم برادر. با کجا میگریزی؟ با من چی دروغ میگم آخی؟ یا خدایا، گپ دروغ نیست. یگان چیز پرسم به جنازه رفت میگویی مایلش. ای برادر آخی، من میپرسم به جنازه کی رفت؟ با من چی میگم؟ دامولو، من شما رو میگفتم. بخیر باشد خانم بتون. بیا خوش آمدی. به شما یک خبری عالی جناب داریم. اپا، شما حامله دار شدید؟
انشالله این هم می شود. همین خیل نه اونال؟ انشالله انشالله. ما با اونال بسیار هم خوشبخت هستیم، مثل در آغوش یکدیگر بریم. خی این خبری عالی جناب چی هست؟ جواب دیم خوب می شود. لبه لوند سردارم کارتاکیلوس حالا با بهتور صحبت کرده ایستوده. چی؟ تمام پسرم تمام. خود حاضر می آیم. از آنجا به هیچ جا نرم. داماد به کجا؟ باز از قفای کی می دوی؟ گفتید که در آغوش یکدیگر زندگی میکنید. جانکم به هیچ کجا نمیروم. یکی همه خیلی شد آموخته شده. حاله جان ما رو اینقدر انتظار نکن. گپ زن آخر. گپ زن جانکم. زود باش. حالا نمیبرایم. کارتاکیلوس رو تعقیب کن، جایش رو فهم، خود رو در نظرش نشان مده. با تو وعده میدیم اگر کارتاکیلوس رو دستگیر کنیم با دستان خودم تو رو نکاح میکنم. داملو من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله چی گپ شد؟ از روزی که به محله اومدید من با شما خوب رفتار نکرده بودم. واه خواهر جانکم همه این ساخته بود است تو میفهمی، لیکن در کودکیت نشونه بودی. میزمیزک من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم. اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیز بود. آیله پورا پورا شده رو شما پیوست کردید داملو. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله هیچ گپ نیست. ما هم از دستمون چیزی هویت همون رو میکنیم. شما خوب هستیدن؟ یگون کمبودی نیست؟ سلامت باشید داملو. شکر خدا. با اجازت شما من روم در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من خاطر مشه خواهرم. از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. سلام علیکم بچم. علیکم السلام. من مسجد محله را جسته ایستادم. مسجد دوتر موندم اک جان، در دیگر طرف. اگر نماز خوندنی باشی وقت گذشت. ما نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. رحمت. من امامم. از مفتیات در مسجد محله مرا امام خطیب تعیین کردند.